سه تن، یکی خرد است آن دو دیگری کلان. آفرین. و این بچه ها شروع کردن شاهنامه از حفظ خوندن. آفرین. ابیات حدود 20 بیت 30 بیت و من خجالت کشیدم که من در مقابل این 70 سال رژیم شوروی نتونست این فرهنگ رو از اینا بگیره. و این یعنی مقاومت یک فرهنگ، مقاومت یک زبان فارسی ما رو حفظ کرده. فوق‌العاده بود. 300 سال. برای همین من همیشه به دوستان میگم آقا اگر بخارا و سمرقند نرین، آرامگاه رودکی رو زیارت نکنین، ایرانیت شما کمه. بخارا شهر دیرین و نازنین، قوت الاسلام و پناه دین، تختگاه شاهانی آریا زمین، شهر هنرمندان